خداوند دانای راز پاسداشت از شخصیت و کارکردهای ارزشمند الحاج سید منصور نادری، رهبر اسماعیلیه افغانستان، مؤسس و بنیادگذار کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، در واقع نکوداشت از تاریخ و فرهنگ معاصر افغانستان است. نکوداشت از شخصیت مردی که سالیان درازی برای پاسداری از فرهنگ و ارزش‌های زبان فارسی و در واقع کنکاش‌های علمی، برگزاری سمینارها و همایش‌های فرهنگی از جانش مایه گذاشت. امروز نکوداشت از کارنامه‌های مردی است که برای دوباره هویت بخشی اسماعیلیه‌های افغانستان در حوزه‌های فکر و فرهنگ، اجتماع و سیاست کارهای سودمندی انجام داد و در واقع صدای رسای این اقلیت محروم در افغانستان شد. بیگمان خانواده با فرهنگ و فرهنگرای نادری و در رأس سید منصور نادری هیچگاه فراموش تاریخ و حافظه فرهنگی این سرزمین نمی شود. بار دیگر برگزاری این محفل نکوداشت را برای جناب الحاج سید منصور نادری، برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان این همایش ارزشمند خجستباد میگم و در پایان با چارانه‌ای که در ستایش از شخصیت فرزانه الحاج سید منصور نادری، رفیق خانقاه و خراباتم سرودیم، سخنان ما خاتمه میبخشم. از من به تو ای عقاب پردرد سلام، از من به تو ای عقاب پردرد سلام، در بیشه شب چریک شبگرد سلام. یاران بنویسید به سر دفتر عشق، یاران بنویسید به سر دفتر عشق، بر حضرت منصور جوانمرد سلام.